چرا فرانسه؟ یه نکته جالبیه، چرا فرانسه چندین بار به صورت مکرر این جسارت، این گستاخی، این اقدام وقیحانه در کشور فرانسه و از مجله شارلی ابدو و آقای مکرون و امثالهم یا از اون مجله های دانمارکی و اینها صورت میگرفت؟ دلیلش چیه؟ به نظر من تحت عنوان عرب ها یک ضرب المثلی دارن، الغریق و یتشبث بكل حشیش. آخه امروز روند اسلامگرایی، موج نفوذ اسلام در کشورهای اروپایی اونقدر که در فرانسه مشهود و ملموسه، در سایر کشورها شما نمیتوانید ببینید. سبحان الله. این بدبخت به نظر من کنترل خودش از دست داده، داره دیوانه میشه. در کشور فرانسه سالانه هزاران نفر، طبق یک آماری یکی از دوستان در مرکز نظام الدین دهلی به من داد، میگفت سالانه بیش از 5000 نفر هر سال در کشور فرانسه مشرف به اسلام میشن. خب این موج با تفنگ و اسلحه و تجهیزات و بمب و سلاح‌های هسته‌ای جلوش گرفته نمیشه. پریشانه، مضطربه، غریقه، داره همه ملتشو داره از دست میده. اینجا دیگه کنترل خودشو از دست میده، مجبوره این حرفا رو بزنه، عقده رو خالی بکنه. من به او و امثال او، چون گاهن افرادی مثل آقای ماکرون در کشورهای اسلامی هم هواخواهانی داره، بعضی از این غرب زده های کوردل در کشورهای اسلامی هم از چنین افرادی و چنین ایدئولوژی دفاع میکنن. به ایشون من اخطار میدم طبق آیه قرآن، به پشتوانه آیه قرآن که الله ذوالجلال فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. الله ذوالجلال پیامبرش رو فرستاده، رسولش محمد صلی الله علیه و سلم رو، همون کسی که شما کاریکاتور او رو به تصویر میکشید به استهزاء و تمسخر، اینو بدانید که الله ذوالجلال و رب محمد فرموده است هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. نه فقط فرانسه رو، بلکه ان شاء الله کل کره خاکی طبق این آیه قرآن موحد خواهند شد و محمد رسول صلی الله علیه و سلم محبوب دل تک تک بشریت خواهد شد ولو کره المشرکون. شما بخواید یا نخواید، علی رغم انفکم. اینو یقین بدانید که ناراحتی اونها عظیمه. این جریان دیوانه‌شون کرده، مزمحل شدن، مشمئز شدن، منفعل شدن، نمیدونن چه کار بکنن، چه اقدامی بکنن. وگرنه انسان عاقل، انسان دانا، انسان اهل منطق آیا دست به توهین میزنه؟ توهین کار انسانهای بیخرده، انسانهایی که منطق ندارن، دلیل ندارن، برهان و حجت ندارن، حرفی برای گفتن ندارن، در مجامع علمی، در مجامع سیاسی نمیتونن با منطق حرف خودشون رو به کرسی بنشینن، شروع میکنن به فحاشی، شروع میکنن به بی بد و بیراه گفتن. و انسان و الا این دیگه هر کسی، هر انسانی که یک ذره مثقال عقل داشته باشه میفهمه که فحاشی کردن خلاف منطقه، خلاف عقله.